سونیک الان داره گیلیچی میشه، داری بندری میزنه برای من، داره بندری. اوه دهنش. I am God. من خدا هستم. درسته این کلمه معروف سونیک هست. آره اینا مثلا ارورن، اینا مثلا ارور اینا مثلا ارور هستن دوستان عزیز. مثلا بچه دیگه ارور این مسئله. دوستان عزیز گوشیم خراب شد. دوستان عزیز گوشیم خراب شد. او مای گاد دوستان عزیز یه اتفاق میفته. Preview. ملنتیو گیم با افتخار تقدیم می کند. خب دوستان عزیز نوبتی هم که بشه، نوبت یه بازی میرسه که قبلا بازیش کردم. درسته سونیک شیطانی. دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. نوبتی هم باشه رسیدیم به بازی سونیک شیطانی. خیلی وقت بود گیم پلی نکرده بودم و الان قراره که یک گیم پلی ترسناک از این بازی داشته باشیم. دوستان عزیز اگه دوست دارید میتونید این بازی رو داخل کانال تلگرام و روبیکای ملتی گیم دانلود کنید دوستان عزیز، و بدون چشم اضافی و بدون شما دلیل بزنید سراغ شخصیت کی بود این روبای. حالا از این زیاد مهم نیست دوستان عزیز. از شما خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ملتی گیم رو سابسکرایب کنید. بزن بریم. خب او مای گاد بازی جدیده دوستان عزیز. سونیک یعنی داشتم اسم اینو بلد نیستم. بزن بریم. داره پرواز میکنم. عاشق پرواز کردنم. عالی. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ او مای گاد. هلو چه نوشته دوستان؟ من یکم انگلیسیم خرابه دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز. باید بپرم پرواز میکنیم به سوی آسمان. من عاشق پروازم. بپر دوستان عزیز. این چی گفت؟ من یه دونه جون دارم، اگه بمیرم دیگه ریق نبات رو سر کشیدم دوستان عزیز. الان اگه من وایسم سونیک میاد مثلا من پسرمه دوستان عزیز. من نمیدونم دوستان عزیز. به هر حال این شخصیت میمیره داخل این باز این شخصیت میمیره. و الان اگه نگاه کنید این چیز قصه ما خیلی نگرانه. اگه نگاه کنید وقتی خیلی نگران دوستان عزیز. آره این تیرز قصه ما خیلی نگرانه. اگه نگاه کنید چشمات نگاه کنید دوستان عزیز. خیلی نگرانه این تیرز. او مای گاد دوستان عزیز. یه پیامی نوشت که من داخل تدوین این پیامو. خب دوستان عزیز خدا نگهدار دوستان عزیز. همین الان دوستان ویدیو تموم کنم. دوستان چیه اینجا؟ جنازه ها رو نگاه. این شخصیت ما خیلی ترسیده. او مای گاد نگاش. جنازه خرگوش رو پرنده و اینا همش اینجا ریخته. گلا رو نگاه. او مای گاد دوستان عزیز خیلی ترسناکه این صحنه. خیلی اصلا یه لحظه فکر کنید بازی سونیک انقدر معروفه انقدر ترسناک باشه. اصلا خیلی معروفه. حتی این نسخه ترسناکش هم خیلی معروفه دوستان عزیز. برو وقت اصلا حرف زدن ندارم دوستان. من عاشق این حرکتم. بزن بریم. او مای گاد چقدر جنازه حشرات و پرنده و حیوان و خر و گوزن و گلاد. این چقدر اینجا جنازه است دوستان عزیز. بود اصلا وقت نداریم. سونیک قصه ما برامون برنامه داره دوستان عزیز. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. واسه روی درخت‌ها رو نگاه دوستان عزیز. روی درخت‌ها هم جنازه گذاشته این سونیک. او مای گاد اصلا قصه جالبی نیست. جالبترش اینه که اینجا انقدر تاریکی چی نمی‌بینم. الان حل ازم کنه به سونیک بخورم. بودو به روش سنتی پرواز می‌کنیم. خیلی یه دفعه یا خدا. دوستان عزیز من یکم پینگم بالاست دیر متوجه شدم اون سونیک بود. او مای گاد یا ما مشتم. چقدر ترسناک دوستان عزیز. اصلا نمیدونم چی بگم. چقدر ترسناک شد این دفعه بازی. خیلی بازی ترسناک شده دوستان عزیز. او مای گاد آهنگ بازی هم تغییر کرده دوستان عزیز. خیلی بازی ترسناک شده دوستان عزیز. خیلی از این یه دفعه سونیک اومد گردنش چرخید کل بازی آتیش گرفته دوستان. اصلا
اصلا هر چقدر بگم کم گفتن دوستان عزیز، خیلی عجیبه. الان من باید او مای گاد آهنگش هم مثل آهنگای عادی نیست. آقا سونیک منو چه اتفاقی افتاد؟ آقا یه دقیقه من جای بدی وایسادم. یه دقیقه وایسا، من جای بدی وایسادم. یه برو طرفتر سونیک، من گیاه جلوی منو گرفته. او مای گاد دوستان عزیز، جای بدی مردیم، این گیاه جلوی چش منو گرفته و الان من نمیتونم لذت ببرم این صحنه. دوستان عزیز الان رسیدم اینجا، یه بار دیگه بازی رو شروع کنم. دوستان عزیز یه بار دیگه بازی رو شروع کنم ولی اینجا وای میسم. این شخصیت ما نگاه ما میکنه و اشاره میده به رو به جلو، یعنی میگه برو رو به جلو. الان ما داریم رو به جلو میریم دوستان عزیز. پرواز کنیم، پرواز به سوی آسمان ها. داشمون الان میمیره. خب این سونیک کی میخواد بیاد دوست؟ من این سونیک رو پیدا کنم. این سونیک کی میخواد بیاد؟ بپر دیگه. سونیک قصه ما هم الان میرسه. بودو الان میرسه. نه سونیک چه اتفاقی افتاد؟ سب کن ببینم. این داره گریه میکنه. آره مثلا داره گریه میکنه و ترسیده این مسخره بازی. خب الان چه اتفاقی میفته؟ حقشه که الان بمیره، یعنی الان حقشه وسط به دو نیم مساوی تقسیم بشه این داشمون. سونیک بیا بخورش. آفرین سونیک اومد. آفرین بگیر. تمام کارشو بساز. تمام بکنش دیگه بکنش. عالی سونیک دمت گرم. فقط نگاه من نکنی که بعدی من نیستم. خب فکر کنم بعدی من دوستان عزیز. اینم همون صحنه دوستان عزیز. کلاشو کندن گفتم وسط به دو نیم تقسیمش میکنن دوستان عزیز. خب شخصیت اولمون به گاوداری شیخ بروجردی رفت. الان این سراغ شخصیت بعدی ناکرز. الان ناکرز هم به گاوداری میبریمش. او مای گاد چه حالی میده. چقدر حال میده. داشتم حال میکردم بابا بازی خاک تو سر سونیک. نمیذاری من بازی لذت ببرم. او مای گاد همه چی اینجا شکسته و خونی و به هم ریخته است. ولی به هر حال بازی دیگه. یعنی الان این ناکرز ما نمیترسه از سونیک. نه از سونیک میترسه نه از شین سونیک. آره برو دیگه. لعنتی مسخره. خیلی داره مسخره، یعنی این مسخره که نه ترسناک. خب پوست کلی سونیک خیلی ترسناکه دوستان عزیز. خیلی بازی ترسناکه اصلا. نصب نکنید بازی هم نکنید دوستان عزیز، خیلی ترسناکه. تا میام چه اتفاقی افتاد؟ بله خب بازی یکم یکم بابا خراب نشد، دارم بازی میکنم. اوه بازی چیز شد. اصلا نمیتونم بپرم. آره نمیتونم بپرم. سونیک خب الان چه اتفاقی میفته برای من سواله. خب داشتمون سونیک چه کار میکنی؟ الان کلمه او مای گاد 2 hours later. این همون مرحله است که باید این سونیکای لعنتی رو بگیریم. الان باید برگردم اونو بگیرم، برگردم اینو بگیرم، برگردم اونو بگیرم. خیلی بازی یعنی اینجا شکم مسخره است دوستان، ولی خب ترسناک است. یعنی این بازی برای زمان خودش اصلا نگم براتون چه چیزی بوده. داستان سونیک یکسان هم که میدونید قضیهش چیه. یه نفر به یه نفر یه دیسک هدیه میده، اون داخل اون دیسک هم یه بازی سونیکیه که روش نوشته سونیک یکسار. او مای گاد او از تو دلش دست فقط کله‌شو کند. خب یکم بهترش نگاه نکرد دوباره نگاه نکرد. این داشمون هم کش فقط کله میکنده. خب این خیلی بده یعنی. آره خیلی بده. خب داش یعنی ناکارزم به گاوداری شیخ بروجردی رفت سراغ اسم کی بود؟ بهش میگیم مرد خپلو. واسه اینا وایسا. من داخل بازی قبلی اومدم عقب یه چیزی دیدم. نمیتونم بیام عقب دوستان عزیز، فقط بابام جلو. چه پریش هم میگه. واسه بشینم. گزینه نشستن نده. نشست. نمیتونم مثل سونیک بشینم و بپروازم. اینم اینجاست داخل بازی خود سونیک. ما شخصیت داریم؟ برام سواله. برو داخل که الان قراره با سونیک بجنگیم. فکر کنم این داشمون سونیکو نگاه، دهنشو نگاه دوستان عزیز. اومدیم داخل کجا ما الان همینجا عجیبه. اینجا خیلی آسونه. الان توسط سونیک به گاوداری میریم دیگه دوستان عزیز. دیگه همونجا میمیریم و به خاطرها میپیوندیم دوستان عزیز. فقط سریعتر بودو. سونیک دوتایی. سونیک دوتا کلی سونیک بود. یعنی الان اینجا سونیک داره تکامل پیدا میکنه دوستان عزیز. خونا رو نگاه قد در و دیوار.
الان اینجا سونیک داره تکامل ببخشید دوستان، الان داره اینجا سونیک تکامل پیدا میکنه. الان دیگه سونیک دو تا ما داره دیگه، یعنی هم سونیک دو تا کله داره، دو تا دست داره، دو تا شکم داره، دو تا هزار تا دماسه دیگه داره دیگه. اوه چقدر ترسناک شد دوستان عزیز. نگاه روی دیوار، نگاه دوستان عزیز روی دیوار. یه لحظه نگاه کنید روی دوستان عزیز روی دیوار نگاه کنید. او مای گاد، نه من نباید وایسم دوستان، من نباید وایسم، باید راه بکنم. روی دیوار رو نگاه کنید دوستان، از زمین رو نگاه. وای چقدر ترسناک این قسمتش دوستان عزیز. نه یا خدا الان این من اینجا یادمه الان این سیخا میرن داخل شکمش. آره من اینجا یادمه دوستان عزیز. این بود از مرگ شخصیت ها دیگه. الان سونیک میاد سراغ ما دیگه. امیدوارم بازی اینجا تموم بشه یعنی دیگه. آره تموم بشه، بازی تموم شد. بازی عزیز تمام شد، بکش بیرون. خب بازی نمیکشه بیرون دوستان عزیز. سونیک سلام. او یه چیزی گفته اون بالا دوستان عزیز داخل تدوین اینجا رو فارسی کنم. ویروسی نه اصلا ویروسی نمی‌آورد. این بازی بابا ردش کن. این بازی تو زمان خودش خیلی چیز خیلی عالیه. الان چی داره میگین؟ من انگلیسی بلد نیستم. اوی سونیک فارسی حرف بزن، فارسی. ای کاش سونیک ترسناک آنلاین هم داشت دوستان عزیز. سونیک ترسناک آنلاین. یه لحظه فکرشو بکنید دوستان عزیز. فارسی حرف بزن. آی ام ایران. ردش کن برو دیگه، سریع باش رد شد دیگه. مسخره. الان فقط دو تا چش در بیاره یکم دهنت گشاد باشه، از این بیشتر که نمیشه. دو تا چش در میاره یکم چشمات گشادتر میشه، یعنی چشم دهنت گشاد میشه. رد شد دیگه مسخره. سونیک الان داره گیلیچی میشه، داری بندری میزنه برای من. داره بندری. اوه دهنش. آی ام گاد من خدا هستم. درسته این کلمه معروف سونیک است. آره اینا مثلا ارورن. اینا مثلا ارور هستن دوستان عزیز. مثلا بچه دیگه ارور مسئله. دوستان عزیز گوشیم خراب شد دوستان عزیز. گوشیم خراب شد. این سونیکو من بگیرم تو واقعیت یه بلایی سر. گوشیم خراب شد دوستان عزیز. گوشیم خراب شد. او مای گاد. خب همه مردن و همه هم قفل شدن دیگه. هیچ کس نمی‌باش بازی کنیم الان دیگه، یعنی بازی تموم شد دوستان عزیز. یکم دیگه صبر می‌کنم شاید چیزی فهمیدم. 2 hours later. او مای گاد یه کاسین مخفی گفته گیم اوور. چه قشنگ این صحنه ها، چه قشنگه. او مای گاد نگاه کن چه قشنگ اینا رو پرسته رو دیگه باشون حال کرده دوستان عزیز. الان ما گیم اوور شدیم. از نظر من دوباره یه صحنه دیگه هم باید پخش بشه. آره این بازی همینجوری تموم نمیشه، یه صحنه دیگه هم باید پخش بشه اینجا فکر کنم. نمیدونم اگه دیگه اینجا آخر بازی باشه الان باید خدافظی رو انجام بدم دیگه دوستان عزیز. یه اتفاقی افتاد دوستان عزیز. صدای پزمینه قطع شد. اوضاع خرابه دوستان عزیز. اوضاع خرابه دوستان عزیز. یه اتفاق بسیار بد داره میفته. یه صحنه‌هایی داره پخش میشه که نباید بشه. بس دیگه مسخره. او مای گاد سونیک ما دوستان عزیز. فقط بازی تموم شد دوستان عزیز. یه صحنه پخش شد که اصلا نباید نشون شما بدم دوستان عزیز. چقدر بازی ترسناک. ماشاءالله. چی گفته؟ چقدر زیاده ماشاءالله. بدو دهنش میگه. خب دوستان عزیز باید فرار کنم یه جوری دیگه. یعنی این بازی به گیلیش معروفه. این داشتمون بدو
خدا میدونه فقط چه اتفاقی داره میفته. او مای گاد دوستان یه اتفاق داره میفته. یه اتفاق